سلام، روزتون بخیر. خیلی وقت میخوام بیام با هم صحبت کنیم، اما خب واقعا نمیدونم که راجع به چی صحبت کنم، از کجا براتون بگم، چی بگم. برام بگید دوست دارین چی براتون تعریف کنم. دوست داشتم داستان امتحان شفاهیمو براتون تعریف کنم. خیلی جالب بود. بیشتر این لحاظ برام جالب بود که من که خارجی محسوب می شدم اینجا، نمره امتحانم 1 شد. تو اینجا نمرات از 6 تا 1 و 6 معادل 0 ماست و 1 معادل 20. و هم نمره امتحان شفاهی، امتحان پایانی پرستاری 1 شد. بالاترین نمره که یه آدم